درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار نهم. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. بدری چاچی شاشی تاشکندی. وفاتش سال 745. شمس الدین سامی بیک در قاموس الاعلام در حق بدری چاچی نوشته است که از مشاهیر ترکستان بوده، از شهری تاشکند است که نام اصلش چاچ است. به دهلی هجرت کرده به سلطان محمد ابن تغلق شاه انتساب یافته و به لقب فخرالزمانی سرفراز گردیده در سال 745 وفات کرده است. بدری چاچی جمع دیوان خود را 745 ماه ذی‌القعده تاریخ گذاشته است. اگر وضع تاریخ شمس الدین سامی بیک خطا نباشد، باید به واسطه جمع دیوان وفات یافته باشد. شارح قصاید بدری چاچی غیاث الدین در مقدمه درباره بدری چاچی می نویسد: عیناً مخفی نماند که مصنف این دیوان بدرالدین متخلص به بدر است که از شهر چاچ مضاف توران که معربش شاش باشد در سنه 733 در دارالخلافه دهلی وارد گشته ملازم و ندیم سلطان محمد شاه ابن غیاث الدین تغلق شاه شده ملقب به فخر و زمان بوده است. از این بیانات معلوم می شود که بدری چاچی در هندوستان 12 سال عمر به سر برده است. قصاید مشروحه اش سیر شد. در این مجموعه 71 قصیده، 105 قطعه و غزل و 35 عدد رباعی مرقوم شده است. اکثر ادبیات بدر را بی شرح و حل لغات فهمیدن ممکن نیست. بیشک ابیاتی است. از اشعارش معلوم می شود که
صاحب ترجمه و هیئت و نجوم خیلی وقیف داشته خزینه لغات غریبه بوده است. در این مجموعه فقط شعرهای آسانش انتخاب یافت. حصه‌ای که ما از سیر دیوان و نقل اشعار بدر چاچی گرفتیم این است که 500 سال پیش از این تاریخ در تاشکند که سینه ترکستان است چون شاعری فارسی زبانی مشکل پسند نشو و نما یافته است، وگرنه اشعاری که فهمیدن آن به شرح، حل لغات و دانستن فنهای بسیار موقوف است، محققین ادبای فارس را خوش کرد نیست. آری بعضی ادبا قصیده، غزل، قطعه یا که بیتی را برای قدرت نمایی بدین اسلوب انشاد کردند، اما سر تا پای دیوان را بدین سیاق کسی ننوشته است. موما الیه گاها بدر، گاها بدری چاچ و گاها بدری چاچی تخلص می کند. چون ترجمه حالی بدری چاچی و تذکیره ها نوشته نشده بود، در ذکرش قدر سخن دراز رفت. ناصری بخارایی چون مصاحبت سلمان ساوجی را دریافته از شعرای عصر هشتم به شمار می رود. از دولت شاهی درویش را که گنج قناعت مسلم است، درویش نام دارد و سلطان عالم است. گر قرصی گرمی مهر برآرد تنوری چرخ، در وقت چاشت سفره درویش را کم است. روزی تو را به زهر حوادث کند هلاک، گردونی حلقه کرده که چون ماری ارقم است. در هم شود ز بحر درم حال آدمی، آری تمامی صورت درهم چو در هم است. ما را هوسی صحبتی جان پروری یار است، ورنه غرض از باده نه مستی نه خمار است. آتش نفسان قیمت میخانه شناسند، افسرده دلان را به خرابات چه کار است. در مدرسه کس را نرسد دعوی توحید، منزلگه مردان موحد سری دار است. تسبیح چی کار آید و سجاده چی باشد، بر مرکب بی طاقت روح
این همه بار است. ناصیر اگر از هجر بنالد عجبی نیست، مهجور زیار است و پریشان ز دیار است. شمع ایران گویمت یا ماهی توران خوانمت، قبله دل دانمت یا کعبه جان خوانمت. همچو جانی ناگزیر و همچو عقلی دلفروز، خوشتر از جان و جهان آن چیست تا آن خوانمت. خوانمت فردوس چون از چهره برداری نقاب، و از دو لب چون روح بخشی آب حیوان خوانمت. در وفا بنیاد مهر، در صفا فهرست حسن، در مکارم عین لطف و کان احسان خوانمت. چون کشی در بزم باده دانمت جمشید وقت، چون کنی در رخش جولان پوری دستان خوانمت. چون به خوبی جمله خوبان بنده حسنی تواند، پادشاهی دلبران و شاه خوبان خوانمت. از رخی گیتی کشا مهدی عالم دانمت، و از لبی موجز نما عیسی دوران خوانمت. سوی خویشم خوان که من خوانم تو را عاشق نواز، سوی من بخرام تا سرو خرامان خوانمت. گوش کن اشعار ناصیر، بازدان اسرار او، تا میانی مردمان شاهی سخندان خوانمت. گویند که ناصری بخارایی در اثنای سفری حج در بغداد به لب دجله به خواجه سلمانی ساوجی واخورد. سلمان از نام و نشان ناصر پرسید. ناصر جواب داد که مرد غریب و شاعرم. سلمان برای امتحان مصرعی دجله را امسال رفتار عجب مستانه است را خوانده، مصرع دوم را از ناصر خواست. ناصر بدیهتاً گفت پای در زنجیر و کف بر لب، مگر دیوانه است؟ شیخ کمال خوجندی وفات سال 796 از ردایف الاشعار محترم بخارایی.
چاشتگه ز چهره فکندی نقاب را، شرمنده ساختی همه روز آفتاب را. تیغی تو را چه حاجتی رخصت به خون ماست، بر حلق تشنه حکم روان است آب را. دل سوخت از سماع نمی ایستد ز چرخ، رقص است گرم بر سر آتش کباب را. عاشق کشی ثواب بود در کتاب عشق، آن شوخ هم ز دست نداد این ثواب را. گفتی مگر به صورت ما عاشقی کمال، صورت ندیده چون بنویسم جواب را. جان را بجز لبان تو آبی حیات نیست، شیرین تر از لب تو به عالم نبات نیست. روزی نخست ای مه خوبان به عاشقان، رخ را چرا نمودی اگر میل مات نیست. گفتم دوای درد دلم را خطی نویس، گفتا دوات چون بنویسم دوات نیست. بر دور عارضت خطی سبزی که شد پدید، مضمون خط همین که به عاشق نجات نیست. داغی جفا به جان منی خسته دل منی، روزی که در وفات بمیرم وفات نیست. گفتم زکات لعل لبت بوسه بده، گفتا برو کمال که وقتی زکات نیست. ای که از زلف تو خون در جگری مشک خطاست، روی زیبای تو آینه الطاف خداست. ماه را روشنی از روی تو می باید جوست، سرو را راستی از قد تو می باید خواست. صفتی قامت و رخساری تو گویم شب و روز، نتوانم که نگویم سخنی روشنی راست. همچو صبح از اثری مهری رخت جان بدهم، هر کی را در ره عشقی تو دم از صدق و صفاست. آنچنان زار و نزار است ز سودات کمال، که چو ماهی نوی ابروی تو انگشت نماست. شیخ کمال در بازگشت سفری حج آب و هوای تبریز را به مزاج خود گوارا دیده در آنجا استقامت کرد.
وقتی که تغتمش خان تاتار تبریز را گرفت، شیخ را از آنجا به پایتخت دشت قیپچاق به سرای برد. شیخ این غزل را در شهر سرای نوشت. از دولت شاهی. ای خطت آیتی صنع، دهنت لطف خدای. به حدیث بکشا آن لب و لطف بنمای. شد ز نظارگیان خانه همسایه خراب. مه من با تو کی فرمود که بر بام برای. خانه توست دل و دیده ز باران سریشک. گر از این خانه چکد آب، بدان خانه درآی. تو نه از دیده صاحب نظرانی غایب. ماهی و ماه نمودار بود از همه جای. بوستانیست سرا از گل آن روی کمال. به سرا آمدی ای بلبل خوشگو بی سرای. این مطلع را نیز در صفت سرای گفته. اگر سرای چنین است و دلبران سرای، بیار باده که من فارغم ز هر دو سرای. شیخ کمال معاصر خواجه حافظ شیرازی بوده و این شعر را به خواجه حافظ فرستاده. گفت یار از غیر ما پوشان نظر. گفتم به چشم. وانگهی دزدیده بر ما می نگر. گفتم به چشم. گفت اگر گردی شب از روی چون ما هم جدا، تا سحرگاهان ستاره می شمر. گفتم به چشم. گفت اگر گردد لبت خشک از دمی سوزان آه، باز می سازم چو شمع از گریه تر. گفتم به چشم. گفت اگر بر آستانم آب خواهی زد ز اشک، هم به مژگانت بیروب آن خاک در. گفتم به چشم. گفت اگر سر در بیابان غمم خواهی نهاد، تشنگان را مژده از ما ببر. گفتم به چشم. میرود هر لحظه بر اوج فلک فریاد من. میرود هر لحظه بر اوج فلک فریاد من.
صدای دل رسد آن دلبری به داد من. از کتاب بخونی هرگز سری خود برمداد. این صدا بر گوش میزد سینی استاد من. این صدا بر گوش میزد سینی استاد من. مشتی خاکم بسی استعداد آبادی نداشت. خیز به پاش و چه آمد بر سری بنیاد من. خیز به پاش و چه آمد بر سری بنیاد من. شنونده‌های ارجمند، شما گفتار نهم را از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرالی نغزلی.